خب اینجا من یه مته روی این مینی پرز وصل کردم و میخوام واسهتون یه تست بگیرم که توی کارت چجوری هستش که بدونین چجوری کار میکنه. خداییش خیلی قدرت خوبی داره. و در آخر اینم از چسبکاری انتهایی کار که من همونجور که گفتم سلیقه من چسب برق بود و از چسب برق واسه پوشوندن کار استفاده میکنم و خیلی محکم با چسب برق دور کارم رو میپوشونم.